گفته بچه‌ها این نوشته‌های عجیب صفحات اول شاهنامه سروده فردوسی بزرگه، تا آخر دقت کنید. از آغاز باید که دانی درست، سر مایه گوهران از نخست. که یزدان ز ناچیز چیز آفرید، بدان تا توانایی آرد پدید. سر مایه گوهران این چهار، برآورده بی رنج و بی روزگار. یکی آتشی بر شده تابناک، میان آب و باد از بر تیره خاک. نخستین که آتش به جنبش دمید، ز گرمیش پس خشکی آمد پدید. چو این چار گوهر به جای آمدند، ز بهر سپنجی سرای آمدند. همی بر شد آتش فرود آمد آب، همی گشت گرد زمین آفتاب. چنین است فرجام کار جهان، نداند کسی آشکار و نهان.